به نام خدا. سلام، من کمیل محمدزاده هستم از سایت آسان یونیتی و خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش یونیتی. تو این جلسه قصد دارم شما رو با پنجره سین و گیم به طور کامل آشنا کنم. توی جلسه قبلی فقط ما این دو پنجره رو بررسی کردیم، اما توی این قسمت با تمامی ابزارهای پنجره سین و گیم آشنا خواهید شد. خب همینطور که قبلا گفتم، پنجره سین وظیفه طراحی و مدیریت مراحل بازی رو بر عهده داره و ما میتونیم تو این پنجره لول بازی رو بسازیم. همینطور که میبینید این گوشه ما یک سری ابزار داریم. حالا این ابزارها چی هستن و به چه دردی میخورن؟ با من همراه باشید. با استفاده از ابزار ویو تول شما میتونید داخل پنجره سین اطراف رو مشاهده کنید. بر روی صفحه کلیک موس رو نگه دارید و موس رو حرکت بدید. میبینید که میتونید اطراف رو به راحتی مشاهده کنید. ابزار بعدی ابزار موو توله. با استفاده از این ابزار شما میتونید آبجکت ها رو داخل صفحه سین حرکت بدید. این ابزار رو انتخاب میکنم، آبجکت پلیر رو سلکت میکنم. میبینید که دو تا بردار براش به وجود میاد. بردار قرمز رنگ محور پوزیشن ایکس پلیره و اگه کلیک موس رو بر روی اون نگه بدارید و پلیر رو به سمت چپ و راست حرکت بدید، پلیر در جهت ایکس حرکت میکنه. به همین سادگی. حالا اگه کلیک موس رو بر روی بردار سبز رنگ که مربوط به محور وایه نگه بدارید و موس رو به سمت بالا و پایین حرکت بدید، پلیر در جهت وای حرکت میکنه. حالا اگه بر روی این مکعب وسط بردارها کلیک موس رو نگه بدارید و موس رو حرکت بدید، میتونید آزادانه پلیر رو به هر سمتی که دوست داشتید جابجا کنید. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم ابزار روتیت توله. همینطور که از اسمش پیداست، ما با استفاده از این ابزار میتونیم آبجکت ها رو بچرخونیم. به طور مثال بر روی بردار آبی رنگ کلیک موس رو نگه میدارم و موس رو به سمت بالا پایین حرکت میدم. الان میتونم پلیر رو در جهت روتیشن زد بچرخونم. اگه محور سبز رنگ رو تغییر بدم، میتونم پلیر رو در جهت وای بچرخونم و اگه محور قرمز رنگ رو تغییر بدم، میتونم پلیر رو در جهت ایکس بچرخونم. پس با استفاده از ابزار روتیت تول شما میتونید آبجکت ها رو داخل صفحه سین بچرخونید. مقدار روتیشن X، Y و Z رو برابر با 0 میکنم تا پلیرم به حالت قبل برگرده. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم ابزار اسکیل توله. با استفاده از این ابزار شما میتونید ابعاد آبجکت ها رو داخل صفحه سین بزرگ و کوچیک کنید. اگه محور قرمز رنگ رو تغییر بدم، پلیرم در جهت X بزرگ میشه و اگه محور سبز رنگ رو تغییر بدم، پلیرم در جهت اسکیل Y بزرگ و کوچیک میشه. حالا برای اینکه ابعاد پلیر رو به حالت قبل برگردونم، در پنجره اینسپکتور مقدار اسکیل X و Y رو برابر با عدد 1 میکنم. ابزار بعدی ابزار رکتوله. شما با استفاده از این ابزار میتونید هم آبجکت ها رو حرکت بدید و هم بچرخونید و بزرگ و کوچیک بکنید. به طور مثال بر روی مرکز تصویر پلیر کلیک موس رو نگه میدارم و موس رو حرکت میدم. میبینید که میتونم پلیر رو جابجا کنم. حالا اگه نشانگر موس رو بیارم اینجا و کلیک موس رو نگه بدارم و موس رو به این شکل حرکت بدم، میتونم تصویر پلیر رو بچرخونم. حالا اگه نشانگر موس رو بیارم گوشه تصویر و کلیک موس رو نگه دارم و موس رو حرکت بدم، میتونم ابعاد آبجکت پلیر رو تغییر بدم. یک جورایی ابزار رکتول مثل یک آچار فرانسه عمل میکنه.
ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم ابزار ترانسفورم توله. با استفاده از این ابزار شما میتونید آبجکتتون رو حرکت بدید، بزرگ و کوچیک کنید و خیلی راحت آبجکت رو بچرخونید. حالا برای اینکه تمام تغییرات رو به حالت قبل برگردونم، خیلی راحت در پنجره اینسپکتور مقدار اسکیل X و Y رو برابر با عدد 1 میکنم، مقدار روتیشن X، Y و Z رو برابر با 0 میکنم. پلیر به حالت قبل برگشت. خب شما با این ابزار آشنا شدید. حالا این نواری که توی یونیتی 6 به وجود اومده چیه؟ با استفاده از این نوار ما میتونیم ابزارهای داخل پنجره سین رو مدیریت بکنیم و اونها رو مخفی کنیم و یا اونها رو به نمایش بذاریم. اگه هر کدوم از این گزینه ها رو غیر فعال کنم میبینید که ابزارهای داخل پنجره سین مخفی میشن. اگه گزینه کامرا رو فعال کنم میتونم پنجره گیم رو توی پنجره سین به نمایش بذارم. خب حالا بیایم و با بقیه ابزارهای پنجره سین کار بکنیم. خب توی این بخش ما دوتا گزینه داریم، یکی سنتر و یکی پیوت. ابزار رکتول رو انتخاب میکنم. اگه گزینه سنتر رو انتخاب کرده باشید پلیر از مرکز تصویر میچرخه و یا حرکت میکنه. اما اگه گزینه پیوت رو انتخاب کرده باشید پلیر از مرکز پیوت یا این دایره آبی رنگ میچرخه و حرکت میکنه. حالا چجوری نقطه پیوت رو تغییر بدیم و مکانش رو یک جای دیگه بذاریم؟ برای این کار خیلی ساده و راحت روی دکمه Open Sprite Editor توی پنجره اینسپکتور کلیک میکنم و نقطه پیوت رو با کلیک موس اینجا میذارمش و روی اپلای کلیک میکنم. همینطور که میبینید نقطه پیوت رو تغییر دادم و الان ما گزینه پیوت رو انتخاب کردیم و اگه من تصویر پلیر رو بچرخونم پلیر از نقطه پیوت شروع به چرخش میکنه. پس شما با کاربرد پیوت و سنتر آشنا شدید. گزینه سنتر رو انتخاب میکنم. بریم سراغ بقیه بخشا. خب ما اینجا دوتا گزینه داریم، یکی لوکال و دیگری گلوبال. اگه گزینه گلوبال رو انتخاب کرده باشید آبجکتتون خیلی ساده در جهت X و Y حرکت میکنه. حالا من به طور مثال تصویر پلیر رو کمی میچرخونم و اگه ابزار موو تول انتخاب بکنم باز هم میتونم به این شکل پلیر رو حرکت بدم. اما اگه الان گزینه لوکال رو انتخاب بکنم میتونم تصویر پلیر رو به نسبت به چرخشی که داره در جهت X و Y حرکت بدم. پس شما با کاربرد گلوبال و لوکال آشنا شدید. اگه گزینه لوکال انتخاب کرده باشید میتونید پلیر رو به این شکل به نسبت به چرخشش جابجا کنید. اما اگه گزینه گلوبال انتخاب کرده باشید به صورت استاندارد میتونید پلیر رو حرکت بدید. محور روتیشن Z رو برابر با 0 میکنم. خب بریم سراغ بقیه بخشا. در داخل این باکس شما میتونید گرید یا خدچین ها رو دستکاری کنید. اگه اینجا عدد 2 رو وارد کنم خدچین ها بزرگتر میشن. مثلا عدد 20 رو می نویسم و میبینید خدچین ها خیلی بزرگ شدن و اگه داخل این باکس عدد 0 رو بنویسم خدچین ها
پاک میشن. خب گرید رو به حالت قبل برمیگردونم. داخل این باکس عدد 1 رو می نویسم. با استفاده از این ابزار شما میتونید گرید یا خطچین ها رو به طور دقیق تر مدیریت کنید. اگه این ابزار رو غیر فعال کنم خطچین ها غیر فعال میشن و اگه فعالش کنم خطچین ها فعال میشن. اگه روی این آیکون کلیک کنم در قسمت گرید پلین میتونم جهت خطچین ها رو مشخص کنم. در بخش اوپاسیتی میتونم خطچین ها رو محو بکنم و یا اونها رو پررنگ تر کنم. بریم سراغ ابزار بعدی. اگه این ابزار رو فعال بکنید شما میتونید آبجکت ها رو بر اساس خطچین ها حرکت بدید. به طور مثال پلیر رو انتخاب میکنم و اگه پلیر رو حرکت بدم میبینید که پلیر بر روی گرید حرکت میکنه. این ابزار رو غیر فعال میکنم و الان اگه پلیر رو حرکت بدم میتونم به شکل آزادانه پلیر رو جابجا کنم. خب اینم از این. ابزار سرچ رو فعال میکنم. شما با استفاده از ابزار سرچ میتونید توی پنجره سین سرچ بکنید. به طور مثال اینجا می نویسم پلیر و می بینید که پلیر رو برام پیدا کرد. با کلیک کردن بر روی این آیکون پنجره سرچ به شکل حرفه‌ای تر باز میشه و شما میتونید توی پنجره هایرارکی و سین سرچ بکنید. به طور مثال اینجا می نویسم باس فایت و باس فایت رو برام پیدا کرد. اینم از این. بریم سراغ بقیه ابزارها. با استفاده از این گزینه ها شما میتونید پنجره سین رو به حالتهای مختلف در بیارید و توجه کنید که این حالتها هیچ تأثیری توی بازی نمیذارن و فقط برای دیدن بهتر آبجکت های. اگه روی این فلش کلیک بکنید میتونید کلی از این حالتها رو مشاهده کنید و اونها رو انتخاب بکنید. برای برگشتن به حالت قبل گزینه شیدد دراو مود رو فعال بکنید. اینجوری برمیگردید به حالت قبل. همینطور که میبینید ما الان وارد محیط دو بعدی یونیتی شدیم. حالا اگر گزینه 2D رو غیر فعال بکنید از این حالت دو بعدی خارج میشیم و وارد محیط سه بعدی یونیتی میشیم. با نگه داشتن غلطک وسط موس و حرکت دادن موس میتونیم توی این محیط سه بعدی جابجا بشیم. اگه دکمه آلت رو توی صفحه کلید فشار بدید و همزمان کلیک موس رو نگه بدارید و موس رو حرکت بدید میتونیم توی پنجره سین اطراف رو مشاهده بکنیم. حالا اگه غلطک وسط موس رو به سمت جلو بچرخونم میتونم توی پنجره سین زوم بکنم و اگه غلطک وسط موس رو به سمت عقب بکشم میتونم توی پنجره سین زوم بک کنم. اگه روی فلش X کلیک کنم میتونم پنجره سینا از نمای X ببینم. اگه روی Z کلیک کنم پنجره سینا میتونم از جهت Z ببینم و اگه روی Y کلیک کنم پنجره سینا میتونم از جهت Y ببینم و اگه بر روی این مکعب کلیک کنم پنجره سین به شکل اورینتیشن در میاد و فقط میتونم از یک جهت محیط رو ببینم. خب برای اینکه دوباره وارد محیط دو بعدی یونیتی بشیم گزینه 2D رو فعال کنید و به همین راحتی
الان وارد محیط 2D یونیتی شدیم. بریم سراغ بقیه ابزارها. اگه این گزینه رو فعال کنید میتونید صداها رو از داخل پنجره سین حذف بکنید و صداها رو در حالت سکوت قرار بدید. اگر روی این فلش کلیک کنید میتونید یک سری از افکت ها رو مثل دود، اسکای باکس و یا سیستم ذرات رو غیر فعال و یا فعال کنید. خب حالا این چشمه چی کار میکنه؟ با استفاده از این ابزار شما میتونید آبجکت ها رو مخفی کنید. اگه این چشمه فعال باشه و من توی پنجره هایرارکی بر روی این چشم پلیر کلیک بکنم، آبجکت پلیر مخفی میشه و اگه گزینه چشم رو توی پنجره سین غیر فعال بکنم، آبجکت هایی که مخفی بودن از حالت مخفی خارج میشن. به همین سادگی. حالا اگه این گزینه رو فعال کنم پلیر مخفی میشه. برای اینکه پلیر رو از حالت مخفی در بیارم این آیکون چشم پلیر رو غیر فعال میکنم. به همین سادگی. خب ابزار سرچ رو مخفی میکنم تا بقیه ابزارها توی صفحه سین به نمایش در بیان. بریم سراغ بقیه ابزارها. با استفاده از ابزار سین کامرا شما میتونید دوربین صفحه سین رو تغییر بدید. برای اینکه این کار رو بکنید باید از حالت دو بعدی خارج بشید. من از حالت دو بعدی خارج میشم و الان اگه وارد ابزار سین کامرا بشم و مقدار فیلد آف ویو رو تغییر بدم میتونم زاویه دید پنجره سین رو عوض بکنم. به همین راحتی. حالا اگه گزینه داینامیک کلیپینگ رو غیر فعال بکنم میتونم حد اکثر و حداقل فاصله دید دوربین صفحه سین رو مشخص بکنم. به طور مثال در بخش نیر شما میتونید حداقل فاصله دید دوربین رو تعیین کنید و در قسمت فار شما میتونید حد اکثر فاصله دید دوربین رو مشخص بکنید. به عنوان مثال مقدار فار رو برابر با 20 میکنم و میبینید که دیگه نمیتونم اجسام دور رو مشاهده بکنم. برای اینکه برگردیم به حالت قبل کافیه که روی این آیکون تنظیمات کلیک کنید و گزینه ریست ستینگ رو بزنید. حالا پنجره سین برمیگرده به حالت قبلش. به همین راحتی. خب آخرین ابزاری که میخوام بهتون توی صفحه سین معرفی کنم ابزار گیزموسه. اگه این گزینه رو غیر فعال بکنم دیگه نمیتونم آیکون های داخل پنجره سین رو مشاهده بکنم. به طور مثال الان دیگه ما آیکون و کادر دوربین رو نمیتونیم ببینیم و همچنین آیکون موسیقی رو نمیتونیم مشاهده بکنیم. حالا این ابزار رو فعال میکنم و آیکون ها برای من ظاهر میشن. اگر روی این فلش کلیک کنم میتونم آیکون های صفحه سین رو مدیریت بکنم. اگه بیام و تیک کامرا رو غیر فعال کنم کادر دوربین از داخل پنجره سین حذف میشه و اگه دوباره فعالش کنم کادر دوربین ظاهر میشه. به طور کلی با استفاده از ابزار گیزموز میتونید آیکون ها رو داخل پنجره سین مدیریت بکنید و اونها رو بردارید و غیر فعال کنید. اینجا ما یک گزینه داریم به نام تردی آیکونز. اگه بیایم و این گزینه رو غیر فعال کنیم آیکون های داخل پنجره سین از حالت سه بعدی خارج میشن و به این شکل در میان. این گزینه رو فعال میکنم و آیکون ها سه بعدی میشن. خب اینم از پنجره سین. حالا بیایم و با هم پنجره گیم رو بررسی کنیم. همینطور که قبلا به شما گفتم ما با استفاده از پنجره گیم میتونیم بازیمون رو تست بکنیم و بررسی بکنیم که آیا همه چیز به خوبی کار میکنه یا نه. برای اینکه بازی رو پلی بکنیم کافیه که بر روی این آیکون پلی کلیک بکنید و بازی پلی میشه. میبینید که هیچ اتفاق خاصی نمیافته چون که ما هیچ کامپوننت یا کدی
به آبجکت هامون نسبت ندادیم. اگه روی این آیکون کلیک کنم بازی استاپ میشه و اگه بیام و روی این آیکون کلیک کنم بازی در حالت استاپ 1 فریم به سمت جلو حرکت میکنه. در آینده بیشتر با این گزینه آشنا خواهید شد. حالا بازی رو از حالت استاپ در میارم و برای اینکه بازی رو از حالت پلی در بیارم روی این آیکون کلیک میکنم و بازی از حالت پلی خارج میشه. فقط یک نکته اینجا وجود داره و اونم اینه که وقتی بازی پلی باشه و شما هر تغییری توی بازی یعنی توی پنجره سین ایجاد بکنید، وقتی بازی رو از حالت پلی در بیارید همه چیز به حالت قبل برمیگرده. مثلا اگه بازی رو پلی بکنم و همزمان وقتی بازی پلیه وارد پنجره سین بشم و پلیرم رو مثلا یکم بزرگترش بکنم، دشمنم هم کمی بزرگ میکنم و الان اگه بازی رو از حالت پلی خارج بکنم همه چیز برمیگرده به حالت قبلش. پس حواستون باشه وقتی دارید توی پنجره سین کاری رو انجام میدید بازی از حالت پلی خارج بشه، وگرنه همه چیز برمیگرده به حالت قبل. خب بیایم و با هم ابزارهای پنجره گیم رو بررسی بکنیم. وقتی بر روی این قسمت کلیک میکنید یه نواری باز میشه و ما اینجا 2 تا گزینه داریم، یکی گیم و یکی سیمیولیتر. اگه گزینه سیمیولیتر رو انتخاب بکنید پنجره گیم در حالت شبیه ساز قرار میگیره که فعلا پنجره گیم رو توی حالت شبیه ساز قرار نمیدم. با کلیک کردن بر روی دیسپلی یک نواری باز میشه و شما زمانی از دیسپلی استفاده میکنید که داخل بازی چند تا دوربین به صورت همزمان فعال دارید. مثلا چند تا پلیر داخل بازی هستن و شما میتونید به واسطه دیسپلی اون دوربین هاشون رو ببینید. در قسمت فری اسپکت شما میتونید پنجره گیم رو توی رزولوشن های مختلف تست بکنید. به طور مثال اگه گزینه 1920 در 1080 رو انتخاب بکنم رزولوشن پنجره گیم توی این ابعاد در میاد. اگه تا اینجای کار از آموزش لذت بردی حتما یک سر به کانال اینستاگرام من بزن. من توی کانالم کلی تکنیک‌های بازی سازی رو آموزش میدم و مطمئنم میتونه بهت کمک کنه. بریم سراغ بخش بعدی. در قسمت اسکیل شما میتونید داخل پنجره گیم زوم بکنید. کافیه که این نوار رو تغییر بدید و هر چقدر این نوار رو به سمت جلو حرکت بدید میتونید توی پنجره گیم بیشتر زوم بکنید. وقتی روی پلی فوکس کلیک میکنید یه نواری باز میشه و ما 3 تا گزینه داریم. اگه گزینه پلی مکسیمایز رو انتخاب بکنید و بازی رو پلی بکنید در زمان پلی شدن بازی پنجره گیم در حالت تمام صفحه در میاد و اگه بازی رو از حالت پلی خارج بکنید پنجره گیم به حالت قبل برمیگرده. اگه گزینه پلی فوکس رو انتخاب بکنید و بازی رو پلی کنید در زمان پلی شدن بازی پنجره گیم بزرگ نمیشه و به همین شکلی که هست باقی میمونه. بازی رو از حالت پلی در میارم. با کلیک کردن بر روی فریم دیباگر شما میتونید خطاهای پنجره گیم رو بگیرید که فعلا با این گزینه کاری نداریم. با کلیک کردن بر روی این گزینه صدای پنجره گیم در حالت سکوت قرار میگیره و وقتی که بازی رو پلی کردید صدای پخش نمیشه. در بخش استیت شما میتونید ببینید که چقدر بازیتون بر روی سیستم فشار وارد میکنه و با استفاده از این اطلاعاتی که به ما میده ما میتونیم بازیمون رو بهینه بکنیم. همینطور که میبینید اینجا داره به من نمایش میده که بازی من چقدر FPS داره و خیلی راحت میتونید همه چیز رو اینجا مدیریت کنید و مشاهده بکنید. اگه گزینه گیزموس رو فعال بکنم میتونم آیکون هایی که توی پنجره سین قرار دارن رو مشاهده بکنم و اگه گزینه گیزموس رو غیر فعال بکنم این آیکون ها مخفی میشه. خب حالا پنجره گیم رو در حالت شبیه ساز قرار میدم. روی این گزینه کلیک میکنم و میبینید که پنجره گیم به شکل یک موبایل در اومد.
توی این بخش شما میتونید انواع اقسام موبایل ها رو مشاهده بکنید و اونها رو انتخاب بکنید. با انتخاب هر کدوم از این گزینه ها پنجره گیم موبایلش تغییر میکنه. اگه موبایل Z Fold رو انتخاب بکنم و بر روی گزینه فون بزنم، گوشی Z Fold به شکل تبلت در میاد. میبینید که همه چیز رو اینجا میتونید مدیریت بکنید. در بخش اسکیل شما میتونید زوم بکنید که قبلا این گزینه رو با هم دیگه کار کردیم. زمانی که توی پنجره گیم یا سیمیولیتر زوم میکنید، اگه گزینه فیت تو اسکرین رو بزنید همه چیز به حالت قبل برمیگرده. در بخش روتیت شما میتونید موبایل رو بچرخونید. با فعال کردن گزینه سیف اریا شما میتونید محدوده‌ای که توی گوشی به درستی نمایش داده میشه رو ببینید و این محدوده پشت دوربین سلفی قرار نمیگیره و به خوبی توی بازی نمایش داده میشه. اگه گزینه پلی مکسیمایز رو انتخاب بکنید و بازی رو پلی بکنید، پنجره سیمیولیتر در هنگام پلی شدن بازی توی حالت تمام صفحه قرار میگیره و اگه بازی رو از حالت پلی در بیارید، پنجره سیمیولیتر به حالت قبل برمیگرده. امیدوارم که از این قسمت از آموزش لذت برده باشید. حتما اگه دوست داشتید یک سر به دوره 0 تا 100 بازی سازی با موتور یونیتی بزنید. برای این کار کافیه وارد سایت آسان یونیتی به نشانی www.asanunity.com بشید و بر روی دکمه دوره جامع بازی سازی با موتور یونیتی بزنید. تو این دوره شما بازی سازی رو به شکل حرفه‌ای یاد میگیرید و با هم این 17 تا بازی رو که مشاهده میکنید و 0 تا 100 درست میکنیم. یعنی از طراحی گرفته تا پیاده سازی داخل نرم افزار یونیتی. خلاصه حتما ویدیوی معرفی دوره و ویدیوی بررسی 17 تا بازی رو مشاهده کنید تا به طور کامل با این دوره بی‌نظیر آشنا بشید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. تا یه جلسه دیگه من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.